تا حالا پیش اومده قبل از اینکه قیمت‌ها برگرده با عجله سهمتو بفروشی، یا وقتی همه بازار هیجان زدن تو هم تو اوج بخری؟ بدون این حساب فقط مال تو نیست. خیلی از تریدرها همیشه یه نکته مهمو فراموش میکنن. فارکس بیشتر از اینکه فقط تکنیکال باشه یه بازی روانیه. هر معامله‌ای که میکنی تحت تاثیر تعصبات ذهنی، امید، ترس و بی‌صبریه. مثلا ترس از ضرر باعث میشه ضررها رو خیلی شدیدتر از سودها حس کنیم. به همین دلیل معمولا معاملات ضررده رو زیاد نگه میداریم و معاملات سودده رو زود میبندیم. بازار هیچ اهمیتی به احساسات تو نمیده، ولی سبد دارایی چرا؟ نکته مهم اینجاست. قبل از اینکه روی خرید یا فروش کلیک کنی از احساساتت آگاه باش. از قبل برای خودت قانون بذار، نقطه ورود و خروجت رو مشخص کن و بهش پایبند بمون. همیشه انضباط از هوش برتری داره. هر وقت بتونی احساساتتو کنترل کنی، میتونی بازار رو هم کنترل کنی.